و همین تجارت و اقتصاد مادر جهانی شوی است. زیرا شما اگر حتی تاریخ را کنید، کسایی که پیش از همه به کشورهای دیگر می رفتن، مال می بردن، محصولات می بردن و همراه با مال و محصولات اینها ارزش ها، فرهنگ ها، اندیشه ها در جهان پهن می شد، این تاجران بودند. از همین رو میگن که اقتصاد این آغاز گلوبالیزاسیون است و چیزی که پیش از همه عمومی شد این تجارت است. و حتی مثلا یک مثال گیریم، همین کشورهای اندونزیا، مالزیا در تاریخ خود میگن که همینا رو تاجرانی مسلمان کردن. اونجا کسی نرفته است، جنگ نشده است، کسی اشغال نکرده است، ولی در نتیجه بسیار رفتن تاجران که مال میبردن، تجارت میکردن، کم کم همین فرهنگ را هم اونجا بردن. بنابراین از پی جهانی شوی اقتصاد، باز جهانی شوی فرهنگ، جهانی شوی اطلاعات، جهانی شوی ارزش ها، جهانی شوی همزمان مشکلات با وجود میاد. همین حالتی که همه ما با هم پیوند میشیم، وابسته میشیم و خود مفهوم محلی که معنای دوم درجه پیدا میکند، یک ارزش های عمومی جهانی با وجود میآیند، یک منفعت های عمومی جهانی با وجود میآیند، یا حداقل اونها درک میشوند. همین رو میگیم گلوبالیزاسیون یا جهانی شوی. از همین رو دولت ها مناسبت های گوناگون ساختن. از جمله ما دولت های رو میبینیم که با آغوش کاملا باز به سوی گلوبالیزاسیون رفتن، همه چیزی آن رو قبول کردن. همه یک شعار بود که تنها راه نجات از سر تا پا غربی شدن است. کشورهای دیگری بودن که در برابر گلوبالیزاسیون دیوار کشیدن، مثلا که این یک پدیده خطرناک است، این استقلال را از بین میبرد، هویت را از بین میبرد، فرهنگ را از بین میبرد. برای این در برابر جهانی شدن یک مقاومتی شدید نشان دادن، بگیم دیوار کشیدن گردی کشورشان. از این رو هر دو وریانت هست و هر دو وریانت به نظر من که این وریانت های مثلا افراط هستند. بنابراین در روند جهانی شدن یک دولت سالم باید یک نگاهی واقع بینانه داشته باشد.